صبر منو امتحان نکنید. شاید من مهربونترین و با درکترین آدمی باشم که توی طول عمرت دیده باشی، اما اگه صبرم تموم بشه اون چهره‌ای رو از من رو میبینی که هیچ کس فکرشم نمیکنه. اینو یادت باشه، صبر و مهربونی من حدی داره و وقتی از یه حدی بگذره قاطع برخورد میکنم و عقب نمیشینم. این چیزا رو من ساده ازش نمیگذرم و وقتی بحث مرزبندی خودم میاد وسط بدون تعلل از خودم دفاع میکنم. من اعتقاد دارم با دیگران باید با احترام و همدلی برخورد کرد، اما همین احترام رو در مقابل از بقیه هم انتظار دارم. اگه از حدت بگذری و به من بی احترامی کنی، رفتاری رو از من میبینی که فکرش رو هم نمی کردی. برام فرقی نداره تو چه سن و سالی هستی، احترام میاره. اینو یادت باشه. پس لطفاً نذار به اون مرحله برسیم. بذار هر دو به هم احترام بذاریم و درک متقابل داشته باشیم. رفیق، اگه نمیخوای با من ادامه بدی رفاقت تو، رو راست باش و به من بگو. بی‌توجهی، کنایه زدن یا بهونه آوردن فقط ما رو بلا تکلیف میکنه و ناراحت میکنه. اینکه وانمود کنی برات مهم و رفتار چیز دیگه رو نشون بده اصلاً منصفانه نیست. تو با قلب و روح من داری بازی میکنی. اگه میخوای کنار کسی بمونی و با صداقت رفتار کنی، این خیلی قشنگ و جذابه. اگه نمیخوای محترمانه و بدون بازی کردن با احساسات از زندگیم برو بیرون. هیچ چیزی قشنگتر از صداقت نیست رفیق. این نصیحت رو از من داشته باش رفیق. یادت باشه هیچ کس دوستت نیست، هیچ کس هم دشمنت نیست، اما هر انسانی با رفتارش معلمته. اون کسی که تحقیرت میکنه بهت غرورم میده، اونی که بهت خیانت میکنه بهت قدرت هم میده و میتونی از اون قدرت استفاده کنی. آتیشی که تو رو میسوزونه همون آتیشیه که تو رو میسازه. انسان توی درد و سختی مقاوم میشه، نه داخل آرامش. اون نارفیقایی که میومدن سمتمونو به اسم رفیق از همون سواری میگرفتن، این جمله من یادشون باشه و به گوششون برسه. حالتون که بد شد به ما زنگ نزنید. ما همین خط و وقتی که حالتون خوب بودم داشتیم.